قسطنطنیه فیلم خیلی خوبیه. اگه تصمیم گرفتید پولاتون رو بریزید دور. سینمای طنز ایران که خیلی وقت روح خودش رو به شیطان فروخته، دوباره با یه فیلم دیگه و دوباره با پژمان جمشیدی و کارگردانی آقای امینی که فسیل رو در کارنامه داره و تهیه کنندگی آقای دکتر چلبیانلو که شاید بگید از کجا میدین دکتره، میشناسیش؟ نه، تو پوستر نوشته. دوباره یک فیلم دیگر در حال اکران داره که حالا میریم که بررسیش بکنیم. این آمپول زده به تو؟ بله این آمپول زدم. یعنی تو عاشق این شدی؟ من عاشق این شدم. میدونی عاشق کی شدی؟ عاشق کی شدم؟ اصلا شما بگو آمپول زد. بابا این مهربان خانم رئیس پروژه است. خب بازیگر فیلم آقای پژمان جمشیدی، همونطور که معارف حضورتون هستن، خانم ایلای ارکوک یا ارکوک یا ارکوک که فارسی بلد نیستن صحبت بکنن، ولی خب به هر حال خارجی هن و زیبایی هایی دارن که میشه ازشون استفاده کرد. بیژن بنفشه‌خواه، نعیمه نظامدوست، نرگس محمدی، هومن حاجی عبداللهی. هومن حاجی عبداللهی شاید 2 دقیقه تو فیلم هست. واقعا نمیدونم آقای جمشیدی چقدر میخواد دیگه پول در بیاره. بهتره که ایشون خودش از سینمای طنز ما بگیره تا کارگردان ها یکم مجبور بشن خلاقیت به خرج بدن. وگرنه تو این وضعیت احتمالاً همیشه پژمان جمشیدی و همیشه یک دختر خارجی و همیشه بیژن بنفشه‌خواه دیگه بسه. من میخوام الان برات جبران کنم. اول نباش. فیلم خیلی داستان خاصی نداره که براتون تعریف کنم. در واقع پژمان جمشیدی عاشق یه دختره میشه در ترکیه و این وسط یه سری شوخی ها رخ میده و بقیه چیزا فقط هست که این شوخی ها رو پیش ببره. این در واقع فیلم به داستان خودش وفادار نیست، اصلا این داستان نداره که بخواد بهش وفادار باشه. پراکنده از ریتمش کنده و فیلماش پر از شکافه که اصلا قابل نقد نیست، یعنی ما قبل نقده. بعد مثلا شوخیاش هم اگه بخوام بگم که چجوریه، نسبتاً بعضی جاها خوبه، بعضی جاها خیلی بده و بعضی جاها خیلی سخیفه. مثلا از یک جایی به بعد موضوع فیلم همچین چیزیه. که البته حالا نمیدونم براتون جذابه نه. اینطوری شده. برو باری کردم میرم آقای میدی سنی سویارو. خب همونطور که گفتم فیلم نامه اصلا ما قبل نقده، بنابراین چیزی نیست که بخوام اسپویلش بکنم و واقعا برای فیلم اصلا مایه هم نذاشتن. یعنی من متاسفم این همه رفتن بازیگر ترکیه و مثلا یه سکانس رو کامل با هوش مصنوعی ساختن. حالا اگه کیفیت بالایی داشت اشکال نداشت، ولی اینکه منم بتونم اون سکانس رو بسازم واقعا چیز خوبی نیست. بعد مثلا یه جا نرگس محمدی داره میخنده، بعد کارگردان نگفته اینو دوباره بگیریم. جاهای دیگهش مثلا پر از اشکال داستانی که اصلا واقعا نمیشه بهش پرداخت. و متاسفانه اگه ما عادت بکنیم به این فیلم های طنز، همونطور که تا الان اینطوری به قهقرا رفتیم، از اینجا بعد هم کلا سینمای طنزمون رو از دست میدیم و در پایین با اینکه آدم با ادبی هستن ولی صحبت نکنن راجع به این فیلم، اون بهتره واقعا سینماتون.